سلام و درود دوستان ارجمند بینندگان گرامی قدر یوتیوب کانال روزنامه جمهوریت. اینک بازم یکی از برنامه‌های گنج فرهنگ است پیش روی شما و مهمان ما یک انسان بسیار هم فرهیخته پژوهنده مسائل فرهنگ آریایی، نامزد علمی فلسفه یعنی فیلسوف شاعر خلقی تاجیکستان استاد نظری یزدانی. استاد ارجمند را به استودیو خوش آمدید میگیم. سلامت باشید، آباد باشید. این برنامه‌تان، این روزنامه محترمتان، این خلق عزیزی و وطن عزیزی ما همیشه همین گونه که روشن و گرم و آباد است، همین گونه بیمانه تا جاودان است. سلامت باشید. استاد شما از نمایندگان آن نسل خوشبختی هستید که با اگر به اصطلاح یک نوع فهماتر و علمی‌تر گوییم با یک الیت زیایان تاجیک بر به بر، پهلو به پهلو و دوش به دوش فعالیت بردید، هم در اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان که اون وقت راهبریش را بسیار شخصیت بزرگ بر عهده داشتند و هم در زمانی هم فعالیت علمیتان هم فعالیت بخشی که شما در اتفاق نویسندگان سالها با بزرگان ادبیات بر به بر و دوش به دوش بودید و همزمان خودتان نیز در ترجمانی از زبان تاجیکی به زبان انگلیسی و از انگلیسی به زبان تاجیکی و روسی و دیگر زبانها بسیار فعال بودید و یک زمان حتی در از عربی به روسی. بله، اینش نگوید است. از عربی به روسی بسیار فعال بودید و عجیبش اون است که یک زمان در کوره سیاست هم بودید و همزمان در کوره سیاست هم پخته رسیدید و حتی در کمیته دینی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان هم یک مدت فعالیت داشتید. این همه گیرومان ها در ادبیات، علم و سیاست شما را امروز همچون یک فرد بسیار روشنفکر و زیایی اصیل عرقه در بین پیر و برنا معرفی کرده است و فکر میکنم از این بیشتر درباره شما حرف نمیزنیم چون شاگردان و مردم عزیزی تاجیک شما را علاقه خیلی بر وقت توسط کتاب‌هایتان، توسط کتاب‌های آزاد زادگان و مسئله هایی که به آریایی بخشیده شده بودید و مجموعه های شعریتان خوب میشناسند. اما امروزه از صحبت ما گره میخورد به کتاب تاجیکان که در پیشروی ما از این اثر بیزوال و مؤلفش باباجان غفور و شما از یکی شخصیت های خوشبخت‌ترین هستید که با باباجان غفور واخورده بودید. بیایید صحبت میکنیم درباره سرنوشت این بزرگمردی ملت. استاد باباجان غفورov قهرمانی تاجیکستان، اکادمی علم‌های شوروی، در تاریخ علمی ما یگانه نفر است که به این درجه بلندی علمی رسیدند و چندین فضیلت و چندین مرتبه ها و مقام های دیگر. اما وقتی من با فعالیت و سرگذشت و اندیشه های این بزرگمرد روبرو میشم، همیشه یک صفت کاملا برای من مهم روشن میشه. این مرد عاشق ملت تاجیک است. وقتی که استاد را به کورس‌های کمسمان و مسکو میفرستانند، یک زمانی که اصلا تاریخ چیست، تاریخ تاجیکان چیست، شاید در اون زمانه بغیر از عینی و برتولد و بیرتلس اینها دیگر کسی اصلا اندیشه هم نمیکرد، چیزی هم نمیدانست. همون دوره یعنی دوره که یک جوان عادی قطاری خوجندی و کورس‌های گویم که نسبتاً بلند مرتبه دولت شوروی می‌افتد و باید فلان علم‌ها را ازبر کند برای فعالیت سیاسی آماده شد. در همین دوره
мақолаҳои аввалинашро дар бораи тоҷикон менависад. як дар назари ман тақдир ҳам бо инсон корҳое мекунад. вагарна дар баробари устод ғафуров шояд дигарҳо ҳам буданд, ҳаман буданд. аз баси ки номҳошон намедонам, ман дар бораи онҳо намегӯям. аммо бобоҷон ғафуров аз қадамҳои нахустин оғоз мекунад ба шинохтани миллаташ. габи ҷамира ва ин шинохтан маги қадам ба қадам пайгирӣ мекунам фаъолияти устодро дар ҷараёни офаридани ин китоб. қадам ба қадам вақте ки мо пайгирӣ мекунем ба ин натиҷа мерасем ки ин ишқ сол ба сол марҳала бар марҳала фурӯзонтар, сӯзонтар, ҷӯшонтар шудааст. агар ин қудрат, ин эҳсос набудӣ, ин гуна асар пайдо намешуд. мо аз хурд то бузурги ватани мо имрӯз ба шарофати, ман ба таъкид мегӯям, ба шарофати эҳтироме ки президенти муҳтарами мо аз қадамҳои нахустини дар мақомоти олӣ омадаашон, ин мувофиқ ба рӯзҳое омада буд ки ба гумонам ҷашни 90-солагишон буд, як ҷашни бузургшон буд. мо ман аз он ҷараён хеле вобастам, чунки инам шояд агар бигӯям беманфиат набошад ки устод бобоҷон ғафуров як духтар дошад, он ҳам аз зани рӯсашон буд ва ба андешаҳое ки барои инсон маълум ҳаст, писари хоҳарашонро ки худо раҳмат кунад Фаррух ном дошт, ҳамроҳашон бурда дар Москва тарбият карда буданд. як шахсияти бисёр барҷаста расидагӣ ладон кас ба ин дараҷа диққат карда буданд ки муаллими франсузишонро аз Франсия оварда буданд, муаллими арабишонро намедонам аз куҷои дигар. русӣ ку замони мактаби миёнаро ба забони русӣ хондагӣ буд. англисӣ, франсузӣ, арабӣ, инҳо барои гӯем ки писарашон гӯем мешавад, яъне писари хоҳарашон як гуна буд. ва ман огоҳ будам ва вақте ки ин юбилейро ҷаноби олӣ баргузор карданд, ман медонистам. Фаррух омадан гуфтанд ки тағом мана даъват кардан, гуфтанд ки як магнитофон биёр. магнитофон оварда мегӯяд, мондам шиштан танҳо ба танҳо, худашон танҳо 45 дақиқа дар ин наворҳои кассетагӣ ки буданд дар ин сабт карданд ва гуфтанд ки ин барои халқи ман, барои миллати ман як рӯзе шояд барои ягон кас акун он тарафша Фаррух барои ман нагуфт, барои кадом монад. ман дар он ҷашн ширкат доштам. инро он кассетаро Фаррух бо тантана дар гумонам қасри ваҳдат буд, дар байни ҷамъият буроварда бо ин гуна пешсухан ба ҷаноби олӣ додагӣ буданд. ман то ҳанӯз намедонам ки дар он кассета чӣ сабт шудааст. ба шарофати эҳсоси ватандӯстӣ пешвои муаззами мо шахсияти бобоҷон ғафуров қадр карда шуд, дар баробари айни қаҳрамон дода шуд ва ин китобе ки имрӯз хона ба хона ҷаноби олӣ тақсим карданд, ин танҳо хизматшон нест. ман
میدانم که همیشه در پای ترغیب این کتاب، بزرگداشت این کتاب، احترام این کتاب هستند و حاضر همه شاهد هستند که باز کنکورس اعلان شده آزمونی بسیار بزرگ با مبلغ بسیار کلان. اوش به قدر این باید رسید و این گونه وطنداری رو باید آموخت از پرزیدنت محترم ما، از پیشوای محترم ما باید آموخت، قدم به قدم باید رفتن. و اجازه شما اولین چیزی که در این برنامه من گفتنی هستم این است که ما در مسکو تحصیل میکردیم در اون دانشگاه پژوهشگاه میگن شرقشناسی که مرکزی شرقشناسی جهان بود و این رو هم یک لحظه بگذارم که وقتی که خروشچوف غفورов رو از مسند کاتب یکمی جمهوری گرفتند و گویم که به کار دیگر گذراندند، همین اینستیتوت شرقشناسی دادند که هر کسی که اگر خواسته باشد تاریخ اینستیتوت شرقشناسی شوروی رو اگر تحقیق کنه بداند که یک شعبه که اصلا چیزی کار نکرده است تا دوره استاد باباجان غفورov و کارهایی که استاد در این دانشگاه که در این پژوهشگاه کردند نظیر ندارد. چندین سلسله کتاب‌هایی که سرمحرر همه آنها خودشان بودند. این یادگاری‌های تاریخی که از یونان سر کردند، این گونه جلدهای رنگ خاکی دارند. بسیار سلسله محترم در جهان است. شاهنامه‌ای که استاد اون دوره چاپ کردند حاضر در بازار کتاب من نمیدونم نرخش چند شدگی است. شاهنامه فکسیمیل و با شرح و اون چیزها چند جلد دارد و چندین کارهای دیگر. و باز دور رفتم اولین چیزی که من میخواهم در این صحبت اعلام کنم و رو به جوانان من این سخن را گفتنی هستم که ما در این دانشگاه در این پژوهشگاه می رفتیم، دوستان ما بودن دیگر چیزها، اما این قدر عقل، این قدر فهمش نداشتیم که در با استاد یک دفعه سلام علیکم. یعنی زمانی اسپیرانتی شما به زمان راهبری آن کس در پژوهشگاه راست می‌آورد. گپ در دوره چی میاد؟ وقتی که ما سرگذشت چندین عالم‌ها را می‌بینیم که یک کلمه سخن استاد تقدیر اونها را حل کرده است. می‌دونید که یک جوانایی که نوکار هستند با راهنمایی، با یک راهنمایی و یک شاهراه برآمدگی هستند. من میتونم نام‌های اونها را بگم کی را چیکار چی شد چی. من چرا با جوان‌ها میگم؟ یعنی این عادت، این تعلیم در مدنیتی در فرهنگ کلاسیکی ما هست. ما خودمان نمیدونیم. میگوید که در کتاب‌های اخلاق ما هست که وقتی با یک منطقه نو رفتی، یک روستا هست، شهر است، ناحیه است، رفتی اولین کاری که میکنی باید فرزند انسانی با تربیت با فرهنگ کند، اولین کاری که میکنی در مزار اونجا فاتحه بگو. بعد از این سراغ بگیر که در این محله در این شهر با نفوذ مرد کیست و بیرو با او سلام علیکم. اینا در زبان دیپلماتی تشریفات زیارت تشریفاتی میگن، پروتکل میگن. این چیز قاعده‌ای است. این انسان ها باید دانند. اون طرف اهمیت ندارد که از این بزرگمرد کی چی پیدا میکنند. تو شاید یک سلام علیک خلاص
شاید یک هدایت میگیرد. شاید یک مشکلی در این شهر دارد که با یک کلمه سخن این مرد بزرگ با نفوذ این منطقه حل میشد و مانند اینها. در هر صورت هر دفعه که من این کتاب باز میکنم، هر دفعه که برای یادم میاد اون اصطلاحی که در زبان تاجیکی بسیار هست، انگشت ندامت میگذارم و انگشت ندامت میزنم که چرا ندار آمده سلام علیکم و مانند اگر بیم به سر اینکه واقعا برای ما این خوشبختی بود که مشاهده کنیم استاد رو. در شما بسیار خوب گفتید که من از این بسیار افتخار میکنم. استاد از مسکو آمدن دوشنبه و گمانم حدود 1 سال دیگه برنگشتن و راهبری اینستیتوت شده از این دوشنبه انجام میدادن و یکی از جانشیناشون که کریر تبار بودن فهمیدشون کیم است بفیره بعضا اونها می آمدن و فاروق برای من میگفت کیم آمده این گپ شده و گپ شده دیگر دیگر و این وقتها در دوشنبه بودن و توابهشون همینجا میگفتن. یک روز در این کنفرانسی که در اکادمی ما هست یک بخیرم مجلس بین الخلقی بود و ما در زد شده بودیم و در ریاست مهمان ها و استاد آسیمی و اینها نشستگی بودن. در که از دست چپ کنفرانسی می‌دارد همون در معلوم بود. یک نگاه کردم که همون در آهسته گشاده شد و یک کلم خیلی نمایان شد، یک سر نمایان شد، تاق پوشیدگی. دقت کردم که سر استاد باباجان رفته است. زد حالی نمی‌بینه. بعد یک دفعه دیگر آهسته درک گشادن و نیمشان همین خیلی نمایان شد. نیمی صورتشان، اندامشان نمایان شد. ریاست نمی‌بینند که استاد غفارو در لحظه در ایستاده است. استاد آسیمی نمی‌بینند. زر، شما تصور کنید در این زر فیزیک هست، شیمیک هست، جوان هست، کلاسال هست، زن هست، مرد هست، یک جمعیت خیلی گوناگون نشسته است. من با سخن تصویر کردن نمیتوانم این زر چگونه ترکی وقتی پیکری باباجان غفور در نزد در پیدا شد ریاست نمیبیند، زر دید. وقتی زر استاد دیدن این زر چگونه ترکید اونم گفته نمیشود. این ترکیش قسکا سرش این زر همه خیست بپا. ریاست حیران شد چی گپ شده است. بعد یک استاد آسیمی دیدن که غفور در نزد شد دویده فرآمدن. کس اینجا میشینن در قطار اول میشینن همه خیستگی باید. این گونه تصویبی محبت خلق به یک انسان، مهر امضای ملت در یک شکل روشن که انسان چی خدمت کرد و این ملت چگونه دوست می‌دارد. این گونه ظهور محبت را احترام را من دیگر ندیدم. خب معذرت میخوام که احساسی بشم، به احساس این چطور صحبت کردن نمیشه. و یک وقت اومدن گفتن که استاد آسیمی شما رو به ملاقات با استاد باباجان غفور دعوت کردن. این برای ما مکافاتی غیر چشمدار شد، شخصا برای من اکنون نمیدونم که گپ در مورد چی برد. بعد وقتی که روز و ساعتی که رفتیم اون کابینتی که استاد نشستن در آمدگاه کابینت در زد میانه است، خود در گفتن نمیشد، بزرگم گفتن نمیشد. در این زد ما آمدیم یک
یک 4-5 نفر در یاد من نیست که ما جوانان کیا بودیم. بعد فهمیم استاد باباجان غفورов از استاد آسیمی طلب کرده بودن که соберите мне молодых подающихся большие надежды ученых. یعنی عالم های جوانی که این دولت، این ملت از اینها امید دارد. و ما چرا من تکرار میکنم میشه؟ چون که باید روشن میشه در دوام صحبت کرد. ما هم اگه 4 یا 5 نفر جوان ها بوده. بعد شیشته اون استادان دیگر آمدن، نامشان نبگم که بودن. بعد از کابینت استاد هاشمی از کابینت پرزیدنتی اکادمی فنها برآمدن. استاد باباجان غفورов در مابین، جبار رسولov از دست راست، محمد هاشمی از دست چپ آمدن و در سر استول نشستن. من فیلفور فهمیدم که استاد غفورov مهمانو را نگاه کردن، ناراضی شدن. از وجاهتشان معلوم بود. و به درجه ناراضی شدن که اولین سخنی که گفتن به هاشمی بود که محمد سیف‌الدین، من از شما خواهش کردم که عالمان جوان امیدبخش را دعوت کنید. صحبت روسی بود از اول تا آخر. عالمان جوان امیدبخش را دعوت. شما باز اما با اصطلاح دوستای خودت را دعوت کردید. یعنی جوان هم اگه ما 4-5 نفر بود دیگر هم این قاعده این دنیا همیشه است. در اطراف کلام ها همیشه ایگونه یک جمعیتی هست که همیشه کوشش میکنن که نزدیکی این بزرگ ها باشن. و محمد سیف‌الدینش البته یک شخصیتی بود که نه تنها در تاجیکستان بلکه در تمام شوروی یک شخصیت بسیار مهم بوده. خب استاد سخن سر کردن، من اون لحظه نفهمیدم، چند سال بعد هم نفهمیدم بزرگمیری عزیز. بعد چندی سال فهمیدم که استاد باباجان غفورov عالمان جوان امیدبخش را دعوت کرده وصیت گفته بوده است. وصیت به هر گونه می شود. وقتی اندیشه بکنم من به این نتیجه می رسم که استاد بعد از این واخری 1-2 سال دیگه زنده بودن. تا منظر آخرشان همراه فرخ من میگم که در قطار اعضاها بودن. گفتن که من این صحبت رو یک دفعه نوشته بودم، اون رو من دارم که برگشته می نویسم. آد را چی که سر زبان به یادم میاد اجازه صحبت میکنم و اجازت شما برای بیننده ها. گفتن که البته صحبت روسی است، البته بایگری تاجیکستان کندنی های فایده‌ناک تاجیکستان است. با یک وجاهت صحبت میکنن که این جبار رسولov محمد هاشمی طبیعتون قسم میدونن ما احساس میکنیم که وضعیتی هست که این دو بزرگوار باید همین کلمه به کلمه دقت کنند در یاد بگیرند. گفتن که البته بایگری تاجیکستان کندنی های فایده‌ناک تاجیکستان هست. جبار رسولov یک خط میجوبد. البته بایگری تاجیکستان طلای سفید تاجیکستان است. جبار رسولov کس یک میجوبد. اما بایگری اساسی ملت تاجیک
Это его интеллектуальная способность. Джабор Расулович این بایگانی را با بازار جهانی برآوردن در کار است جبار رسولش. هر دفعه که جبار رسولش میگه من بگمونم که یک ضربه خاطرمان به لحظه خاطرمان میگه که من دیدم جهان را دیدم. من در مسئله که شما نشسته بودم این کارها را باید کردم و اینجا این نکته را شما جدا کنید که با بازار جهانی برآوردن اون سالها این کلمه وجود نداشت. این تعبیر بعد از گربشاه پیدا شد. این وظیفه امروز هم در نزد ما ایستاده است که این وظیفه را در این واخره که پرزیدنت محترم ما با در دانشگاه بین المللی زبان ها داشتن یک دفعه دیگر گفتن ببینید خود به خود ما میگیم که چگونه مکتب غفورов را پرزیدنت ارجمند ما امام علی رحمان دوام می‌دهد. مگر از اون که کتاب‌هایی که نوشتن تاجیکان در آینه تاریخ از آریان تا سامانیان نگاهی به تاریخ تاجیکان و این دو کتاب آخران که زبان ملت هستی ملت اینها ادامه بی‌واسطه همین کتاب هستند و ادامه روحیه استقلالیت ندارد. این کتابی که در دست هر یک خانواده است این کتاب در روحیه نوشته شده است که این گونه گروه مؤلف در حالت فشردن است. اینا در یاد بگیرن. گفتن که ما نسبت به عالم ها سختگیری کردیم. بابا جان غفور گفتن واقعا اینا من میدانم. این یعنی چی معنی دارد؟ معنیش این است که وقتی که ما در کنفرانس‌های بین المللی و آخری‌های بین المللی در تاجیکستان در دیگر شهرها در مسکن در اینجا وقتی که با رفیقای خود ما همسالای خود ما با میخوریم حیران میشیم که اینا چگونه نامزد علم هستند چگونه دکترهای علم هستند. واقعا سطح اونها به استثنای روس‌ها همیشه پیش قدم بودن اینا دانستن در کار است. اینها یک زینه دو زینه از عالمان تاجیک پستر اینا غفور گفتن که ما نسبت به عالمان جوانمون بسیار سختگیری بیرحمانه کردیم. اما گفتن شاید برای اونها سخت آمده باشد اما برای ملت برای دولت خوب شده است چون که یک اسپیرانت تاجیک یک نامزد علمی تاجیک از بعضی اکادمیک‌های دیگر ملت ها بلندتر هستند. این گونه سخن گفتن. یا درباره خودم بفهمید یا درباره چی میگه؟ من گفتم که میراث ملت را صاحبی کردن در کار است. مثلا استاد غفور گوسالیان مثلا امسال در فلانجا معلوم است همه ما بدانیم که در کجا در فلانجا آثار ابو عبدالله رودکی را ترجمه کردند به زبان خودشان و نوشتند که ترجمه از زبان فارسی. اینقدر به خشم آمدگی بودند. Это научно несостоятельно. گفتم خشمشون پس نشد. سرشون کردن. Это бездоказательно. بازم همین خشمشون آرام نشد. به اصطلاح مردم دلشون تر نشد. من گفتم که это хулиганство.
این قدر برای میراث ملت، آبروی ملت. خب وقتی این کتاب نشر شد در مسکو، بزرگوار شما تصور کنید که قدیما در مسکو در بین دیگر ملت‌ها یک وجه بلند شد. ما به همین هم بسیار سربلند میگشیم در همه بحث‌ها. خودی این مردم دیگر میگفتن که تاجیک‌ها اکثر گردن در همه بحث‌ها در سوم بالا بود. وقتی این کتاب چاپ شد، اون شور و شوق جوانی رو تصور کنید، جوان‌ها چگونه میشوند و سر شد باز یک مرحله اذیت باباجان افراد. یک بار در ژورنال وپروس هیستوری دو مقاله بسیار شدید نشر شد. این ملت چی است؟ این ملت خودش را از دیگران بالا گذاشته است. این گونه نام و به این عنوان حتی روس‌ها کتاب ندارند. چرا گروزینی نیست؟ چرا ارمنی نیست؟ چرا اوکراینی نیست؟ چرا تاجیکی هست؟ این گونه گپ. این بحث بسیار شدید ادامه کرد. یک 2 سال بگمانم ادامه کرد. من تقریبا 3-4 ماه پیش یک چیز ضرورت داشتم برای پیش از نشر کتاب آرمان‌های آریانی ضرورت داشتم. گفتم اون شماره‌های وپروس هیستوری نه در کتابخانه اکادمی نه در کتابخانه ملی نیافتم متاسفانه. اما در یادم است که یکی از این مؤلفان اکادمیک نارسکی بود، تاریخ مورخ بسیار برجسته بود. اون بود با یک نفر دیگر و در جواب اینها بسیار دانشمندان جهانی روس، اکادمیک ریباکوف و با یک نفر دیگر نامش سر زبان هست، شاید در یاد میگیرد. اون کس جواب نوشتند و برای ما باز یک سبب سربلندی دیگر شد که اکبر ترسون و یکی از عالمان جوانی که اینا ما باید بدانیم، اونهایی که این برنامه شما را تماشا بکنند باید بدانند که اکبر ترسون این گپی سالهای 70 است. اکبر ترسون در مسکو در محیط انتلکتوالی، در محیط گومانیتاری، یعنی فیلسوفان، فیلولوگ‌ها، ژورنالیستان دیگر یک ستاره درخشنده بود. در اصول فلسفه اکادمی علوم‌های استر وقتی که اکبر ترسون سمینار میگذارند، سمینار یعنی یک انجمنی که شما در نتیجه جستجوهاتون به یک نتیجه روشن میرسید و اینها برای مردم معرفی میکنید. وقتی این کار اکبر ترسون میکرد، در اون زد جای نشستن و جای راست ایستادن نمیماند. در مسکو. در مسکو. این گونه این درخشندگی اکبر ترسون 1 سال 2 سال نبود، تقریبا 20 سال بود که او بیشتر وقت در مسکو بودن و این کسان نوشتن جوابی بسیار سخت نوشتن. به همین این کشمکش ها گذشت. گمان میکنم که نفسی استاد خدا رحمت کنه نفسشون رد شدگی بود اون وقت و وقتی که ما درباره این کتاب صحبت میکنیم امروز، از نگاه امروز یعنی چی؟ نگاه امروز یعنی از نگاه موقع صاحب استقلال بودن. اینجا میرسید و مهمترین صفت این کتاب
مهمترین صفت این کتاب این است که یک ملتی که ما فراموش نداریم که ما تاریخ بلغمی داریم، تاریخ نرشخی داریم، تاریخ تبری داریم که اونها تاریخ بیهقی و دیگرها اینها بسیار کتاب‌های معروف جهان هستند، نه تنها برای ما. اما علم تاریخ نگاری اصل 20 و 21 این کاملا تاریخ نگاری دیگر هست. قدر و قیمت هر گونه تحقیقات علمی از آن جمله از آنجا نشأه میگیرد، سرچشمه میگیرد که چگونه ادبیات در این جریان آفریدن این کتاب استفاده شده است. این رقم گذاری نشده است، این تنها 948 964 این 120 صفحه تنها رویخط ادبیات است که من اگر که معلوم باشد برای بیننده ها در 2 ستون است، به حرف خورد است که این بگمانم چند سال کتاب است و همه اینها ادبیات تاریخ شناسی تمام جهان است. یونانی، ریمی، نمیسی، انگلیسی، روسی، اون ادبیات معاصره که در امریکا و در فرانسه و این جهان نشر شده است، اینا یک طرف میمونند و سرچشمه ها میان، سرچشمه هایی که نام بعضی از اونها رو حالا ما نمیدانیم. خوشبختانه در دوره استقلالیت یک قسم اینها رو ما نشر کردیم، اما ادبیات تاریخ نگاری هست که حالی برای ما کاملا آشنا نیست و ما باید این کار همه اینها رو استاد باباجان غفور در جریان کارشان استفاده بودگی است. شاید کتابی است که 5 جلد است، از اونجا شاید 1 سطر استفاده نبوده است، اما با این کتاب آشنا شده است. تمام حفریات هایی که در حدود قلمرو آریانا، خراسان، ماوراءالنهر، اینایی که به هر نامی که بگویید تنها عجم نگویید و آثاری که حرکت آریانی ها و جانب شمال رفته تا اورال و اینجاها میرسد، سیبیر میرسد و حفریاتی که به طرف هند میرود، این مهاجرت آریانی ها است، تمام اینها در این کتاب فرا گرفته شدگی هستند و این ببینید یک حکم تاریخ است. تاریخ یک چیزی عجیب است و برگردم بر صحبتشان و در اون صحبت یک جمله گفتن که من دائم تکرار میکنم و همه ما باید اون استفاده کنیم. گفتن که بسیاری ها میگن که تاجیکان چارواداران نخستین، تاجیکان بیناکاران نخستین، در چارواداران آبیاری کننده ها و میلیاردران نخستین، دیگر گفتن ما را میگن که شما از حد میگذرانید تعریف ملت ها. گفتن که ما از حد نمیگذرانیم، ما این байро это в истории, это случилось не по нашей воле. Так распорядилась история. یعنی آنچه که ما در صف اول تمدن مثلا آبیاری و خانه سازی و دیگر ها هستیم، این چیزی نیست ما این را خواسته باشیم. جریان تاریخ این گونه حکم کرده است که آریا تباری ها و امروز تاجیکان در صف اول باشند. تک распорядилась است، این حکم تاریخ بود گفته و در این
اون چیزهایی که مثلا برای یک آدمی که وطن دوست هست، یک آدمی که بسیار میخواد که تاریخ وطنش رو من گشته و برگشته خواهد بشم، گشته و برگشته احسن میگویم که مثلا از این گونه خریطه ها در این کتاب خریطه هایی هستند که از ادبیات دیگر اقتباس شده هستند، اما چندین خریطه هست که این خریطه ها رو استاد خودشان ساختند. این یک نکته. یک نکته دیگر که من این تصویرهایی که ببینید اینها وقتی رنگه باشن بسیار زیبا میشن. اینا رستوراسیون میگن، یعنی رستوراسیون علمی میگن، یعنی برقرار کردن علمی میگن. اینها رو با کدام شکنجه، با کدام عذاب، با کدام مشقت، با کدام ریزه‌چینی از اینجا اونجا، با کدام رسام ها و این هر رسام ساخته نمیتواند. رسام این علاهیده است، رسام تاریخ نگار است. در دانشگاه پالیگرافی مسکو این گونه متخصص تربیت کرده میشود که اصول تاریخی را میکنند، دیگر از همکاری اینها را جلب کردن. این ببینید اصل 5 تا میلاد استاد همین ها رو پیدا کردن که مردم ما انگاز 2020 باشه، یعنی 2520 سال پیش، 2600 سال پیش باباهای ما چقدر سر و لباس داشتن دیگر. و اون چندین اینجا تصویرهای هستن که سر و لباس و فرهنگ خانه‌داری، فرهنگ لباس، فرهنگ معیشی که ما میگوییم عرفی، فرهنگ عرفی ملت ما رو با رنگ تصویر و روشن نشان میده که همه اینها کار آسان نیست. اینا جان فرسایی هست، فرسودن جان است، آفرین جان شما. من گشته و برگشته آفرین میگویم به اون غیرت، به اون قدرت و به اون عشقی که دارم. من از اونجایی که آغاز کردیم که از روز نخستین فعالیتشان در اون مکتب کمسمال مسکو شد، اون وقت ممکن 8-10 ساله باشم، بگمانم 19 ساله باشم. از اونجا سر کرده بعد در دوره جنگ کتاب دارم، همراه پروخورف، نیکولای پروخورف کتاب دارم که این یک زینه این کتاب است. بگمانم تاریخ وطنداری است، همین خیلی است همراهی و بسیار افسوس خوردم. من بسیار جستجو کردم این نیکولای پروخورف کی هست، نیافتم، نمیدونم، هیچ کس نمیدونم متاسفانه. حتما من میومد بگم وقتی چی آدم بود که استاد در برابر استاد هم قلم بودن با این کس ما از یاد نبروریم این خدمت را و خدمت های اونهایی که برای با انجام رسیدن این کتاب خدمت کردن. اینجا مثلا خدمت رفیقینت هست، خدمت ارخیولوگ هست، خدمت رستوراتور هست، خدمت ترجمان هست. اگر در یک خانواده 5 نفر باشد، این 5 نفر نخواند، اگر حتما 1 نفر 2 نفر این را میخواند. برای ما بسیار مهم است که برای نجات ملت، برای وحدت آفریدن، برای ما مهم است که در یک خانواده 1 نفر یا 2 نفر این کتاب را به قدر برداشت خویشتن بخواند. این گونه است. این یک عمل وطن دوستی است و شاید پیشتر از وطن دوستی یک عمل احترام خود را دانستن و احترام خود را یک ذره بلند کرده در این چیز برای ملت ما. من گمان میکنم که در حال حاضر فعلا این قدر که گفتیم شاید کفایت باشد. نتیجه صحبت شما این بود که با دولت، با علم
дар сурати Ҷабор Расулов ба ин дар сурати Муҳаммад Осимӣ ва ба ҷавонон дар сурати мо ин буд ки ин фарҳанги бисёр комил иёр ҳаст, комил ҳаст, муҳтарам ҳаст. Инро муҳтарам бидоред. Мақомоти давлат бояд ина дар сурати Расулов бояд муҳтарам бидорад, онро пуштибонӣ кунад, онро муаррифӣ кунад. Дар китобҳои қадимаи мо дар осори баъдинаи мо чиз камтар мушоҳида кардаман. Дар осори қадимаи мо, яъне осори то исломии мо, ду истилоҳ аст. Истилоҳи хештаншиносӣ ҳаст ва истилоҳи хештаншиносонӣ ҳаст. Ба ҳамин шакл хештаншиносӣ ва хештаншиносонӣ ин як амали барои тақдири миллат, барои тақдири давлат, барои иззати миллат, барои иззати давлат бисёр муҳим ҳаст. тавонистани хештаншиносонӣ. Бо арзи ташаккур феълан барои шумо, барои ҳамаи ки барномаро тамошо мекунанд, сари баланд орзу мекунам, дасти кушод орзу мекунам, хотири ҷамъ орзу мекунам. мо устодро ба барнома хушомадед мегӯем ва аз бинандагони арҷманди ютуб канали рӯзномаи ҷумҳурият хоҳиш мекунем ки бо мо бошанд ва аз хотираҳои устод Назри Яздонӣ дар мавриди бузургворӣ Бобоҷон Ғафуров ва хидматҳои эшон дар хештаншиносӣ ва хештаншиносонӣ баҳраманд шаванд.